قلقله چیست؟ در علم تجوید قلقله حالتی است که هنگام وقف یا سکون صدای یکی از 5 حرف قلقله با لرزش و اضطراب از مخرج خود خارج می شود، به آن که درازی یا تغییر حرکت در آواز پیدا شود. یعنی چرا قلقله؟ این خاصیت به سبب شدت و جهر داشتن این حرف ها به وجود می آید. حرف های قلقله کدام هایند؟ حرف های قلقله 5 تا بوده. به خاطر اینکه آسانتر و تیزتر از یاد شوند، دانشمندان علم تجوید این 5 حرف را در جمله جای داده هستند که قطب و جد هستند: قاف، تا، ب، جیم، دال. خب قلقله چه نوع دارد؟ قلقله 2 نوع دارد: قلقله صغرا یعنی خرد و قلقله کبرا یعنی کلان. قلقله خرد وقتی که یکی از این حرف ها در میان کلمه قرار دارد و در بالایش ساکن دارد، در آن حالت یک صدا برآورده قلقله شده، یعنی قلقله شده از جای خود حرکت میکند به طرف حرف بعدی. یعنی مثل دیگر حرف ها بالای ساکن ایستاد نمیشیم، حرکت میکنیم و صدای میبرارد که با لرزش و یا اضطراب است. مثلا نگاه کنیم در سوره انبیا یا هر جایی که هست. حالا همینجا در جا من به مثال آوردم. اینجا حرف دوم یکی از حرف های قلقله می باشد، ساکن دارد. خداوند می فرماید اقترب، اقترب. خب قلقله کبرا کدام است؟ یعنی قلقله کلان کدام است؟ در کدام حالت می آید؟ قلقله کلان وقتی که یکی از این حرف ها در آخر کلمه قرار دارد و کلمه با آن وقف می شود و در بالای این حرف ما ایستاد می شویم و در برابر آن این کلمه تشدید بالایش است. این را قلقله بزرگ می گویند یا قلقله کلان، قلقله کبرا. مثال الله متعال می فرماید الله اشد بأسا، والله اشد والله اشد بأسا و اشد تنکیلا. والله اشد. در اثنای خواندن تلفظ قلقله صدا نباید به حرکت، زبر، زیر یا پیش تبدیل یابد، بلکه تنها یک لرزش طبیعی و سبک در هنگام تلفظ به وجود می آید. از اینجا دوستان عزیز ما اینجا چند مثال آوردیم برای هر یک حرف. 2 مثالی، یکی در حالتی در بین کلمه بودن حرف و دوم اینکه در آخر کلمه بودن حرف. خب دوستان عزیز ما میبینیم اینجا نخست حرف قاف رو میبینیم که در حرف قاف و قاف ساکن دارد، در بین کلمه هست. میبینیم میخوانیم سنقرئک و در آخر کلمه میخوانیم قل اعوذ برب الفلق. خب با حرف تا در بین کلمه این بطش ربک، این بطش ربک و در آخر کلمه والله من ورائهم محیط. با حرف با حبل من مسد، حبل من مسد وما کسب در آخر کلمه. و
با حرف جیم جنات تجری تجری و در آخر کلمه والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج با حرف دال قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وشاهد ومشهود ده آخر کلمه دال اومدگی هست و شاهد و مشهود. خب دوستان عزیز این حرفا را یاد بکنین و در اثناء خواندن قرآن اینها را تطبیق یا عملی بکنین. تشکر زیاد.